سلام خدمت دوستای گلم. یه چند تا نکته هست واسه نگهداری از تلویزیوناتون که گفتم خدمتتون عرض کنم. با توجه به اینکه قیمت تلویزیون بی‌نهایت گرون شده و هزینه تعمیرات هم به تن گرون شده، نیاز دونستم این نکته رو خدمتتون عرض کنم. اول از هر چیزی مسئله پاک کردن تلویزیون. به هیچ عنوان شما از دستمال کاغذی استفاده نکنید. دستمال کاغذی تو بازار کیفیتشون پایینه و باعث میشه روی صفحه نمایشتون خط و خشای ریز بیفته. شما میتونید واسه پاک کردنش از یه دستمال که به اسم دستمال جادویی هست استفاده کنید و به صورت پاششی از مایع به صورت پودری میزنید به دستمال و صفحه تلویزیونتون رو باهاش پاک میکنید. به هیچ عنوان به صورت مستقیم شیشه پاک‌کن رو به صفحه نزنید، چون باعث میشه فلت‌های تلویزیونتون آسیب ببینن. نکته دوم محل نصب تلویزیون هست. دوستان، تلویزیون رو به هیچ عنوان جایی که پنجره هست نصب نکنید. به هیچ عنوان جایی که نور آفتاب مستقیم به تلویزیونتون میخوره نصب نکنید. سعی کنید تلویزیون رو اگه امکانش هست روی دیوار نصب کنید که دور از دسترس اطفال باشه، چون 90% تلویزیونایی که میارن واسه تعمیر اکثرا مشکل اینو داشتن که ضربه خورده، حالا کنترل خورده توش هر چیزی، که باعث میشه پنل تلویزیون شکسته بشه و با توجه به اینکه قیمت پنل 80% قیمت خود تلویزیون هست و عملا مقرون به صرفه نیست که بخواید پنل رو عوض کنید و این تلویزیون در صورتی که صفحه شکسته بشه دیگه قابل استفاده نیست و باید به صورت اوراقی بدیش دست تعمیرکارا. عزیزان، نکته بعدی استفاده از محافظ برق هستش. محافظه‌ای که تو بازار هست خیلی هاشون واقعا فقط دلخوش کنکن، نمیشه بهشون گفت محافظ، یه جور تایمر میشه بهشون بگید. فقط کارشون اینه که زمانی که برق میره میاد یه چند ثانیه برق رو نگه دارن بعد آزاد کنن. البته این مثلا خودش مهمه، اون لحظه اول که برق میره و میاد یه مقدار بار اضافی رو ولتاژ هست که این چند ثانیه که برق رو نگه میداره خودش کمک کننده است. اما در صورتی که نوسانات تو شبکه اتفاق بیفته، محافظایی که اکثرا تو بازار هستن این نوسانات رو کنترل نمی کنن و برق قطع نمی کنن. پس بهتره تو انتخاب محافظ دقت زیادی داشته باشید. عزیزان، نکته بعدی که خیلی هم مهم هستش بحث تنظیم تصویر تلویزیونتون هست. تنظیمات نور و صفحه‌شه که خیلی مهمه. بیشتر مراجعات ما مربوط به بکلایت میشه که تلویزیونتون صدا داره اما تصویری نداره. البته اگه خیلی هم دقت کنید یه تصویر خیلی تاری داره که به زحمت قابل دیدن هستش. بکلایت نوری هستش که پشت پنلتون قرار میگیره که تو تلویزیون های LCD به صورت لامپ فلورسنت هستش، حالت مهتابی قدیمی رو داره. اما تو تلویزیون های LED به صورت LED هستش، انواع و اقسام مختلف داره که این LED ها نور صفحه شما رو تامین میکنه و زمان LED های بکلایت تو برندها و مدل های تلویزیون متفاوته، قیمتاشون هم فرق میکنه. خدمتتون عرض کنم شما میتونید برای اینکه عمر تلویزیونتون بیشتر بشه یه سری نکات رو رعایت کنید در مورد هم بحث بکلایت. چون همونطور که میدونید تلویزیون های LED و LCD یه ساعتکاری مشخصی دارن، عمر مفیدی دارن که بستگی به برند تلویزیون ما بین 35,000 تا 100,000 ساعت عمر مفیدشون هست و این مثلا بستگی به نحوه نگهداری شما از تلویزیون داره که چجور ازش استفاده کنید که عمر این بکلایت ها رو زیادش کنید. عزیزان، برای بالا بردن عمر بکلایت هامون یه سری تنظیمات تو منوی تلویزیونتون وجود داره که شما میتونید این تنظیمات رو اعمال کنید. واسه این مسئله روی کنترلتون گزینه منو رو میزنید، رو حالت تصویر رو انتخاب میکنید. اینجا ما چند تا گزینه داریم
گزینه اول گزینه پویا هستش که وقتی این گزینه رو انتخاب کنید باعث میشه ولتاژ بیشتری روی بکلایتتون اعمال بشه که به طب نور صفحتون بیشتر میشه و کیفیت تصویرتون خیلی بیشتر میشه. اما این گزینه باعث میشه عمر بکلایتتون پایین بیاد، چون وقتی که ولتاژ بیشتری رو بکلایتتون اعمال بشه به طب الیدیاتون گرمای بیشتری تولید میکنن و همین مسئله باعث خرابی بکلایت. بعدی گزینه‌های استاندارد، طبیعی و سینمایی هست که هر کدوم از این گزینه‌ها رو شما انتخاب کنید یه نور مشخصی به صفحتون تابونده میشه که تو کیفیت تلویزیونتون هم تاثیرگذاره. هر چقدر نور صفحه رو بیشتر کنید کیفیتش بیشتر میشه، اما باعث میشه عمر تلویزیونتون پایین بیاد. پس شما بهتره که یکی از گزینه‌های سینمایی، طبیعی یا استاندارد رو انتخاب کنید. این مثلا بستگی به سلیقه خودتون داره که با چه تصویری کنار بیاد. اما این مثلا بدونید که شما رو کمترین نور هم که بذارین بعد یکی دو روز چشماتون عادت میکنه و با این مسئله مشکلی نخواهید داشت و اینجوری عمر تلویزیونتون رو زیاد کردید. مورد بعدی مربوط میشه به بحث صرفه‌جویی برق تو تنظیمات تلویزیون به اسم راهکار صرفه‌جویی که شما چند تا حالت داره: حالت خاموش، کم، متوسط، زیاد و تصویر خاموش که بود حالت تصویر خاموش کل نور صفحه رو میبنده. شما میتونید رو گزینه کم بذارید که این مسئله باعث میشه که هم مصرف برقتون پایین بیاد، همین که بحث همون بکلایت نور ولتاژ کمتری رو بکلایتتون اعمال میشه و باعث میشه نور صفحتون هم یه مقدار کم نورتر بشه. البته این گزینه تو برندهای مختلف ممکنه یه مقدار جابجا باشه. تو بعدی بحث رعد و برق است. تو زمان بارندگی، زمانی که رعد و برق اتفاق میفته، بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که شما دو شاخه رو از برق بکشین کامل و هر گونه دستگاه دیگه ای هم که به تلویزیونتون وصله، حالا دیجیتال، رسیور ماهواره است، هر چیزی که هست، اونا رو هم از برق بکشین. فیش آنتن رو از تلویزیون جدا کنین. خدمتتون عرض کنم کابل LNB رو از دستگاه رسیورتون جدا کنین، چون اینا خودش باعث میشه تو زمان رعد و برق به بردهای تلویزیونتون آسیب جدی وارد بشه.